پیاده دیگه یار خوردن هم شراب برید. بله ولی با آرزان ماشین پوست برفته ما رانندگی منه. آرزان پشت بیسیم اعلام کرد اگه پای پیاده خواسته باشی اینجا راه بری میخوری زمین، اینجا شیشه است. داستان یکی از راننده ها رو امروز واسهتون تعریف کنم. میگفت دختر دبستانی اومد پیش من، از من پرسید بابا چرا رانندگی رو انتخاب کردی؟ گفتم دختر عزیزم قرار نیستش همه دکتر و مهندس باشن، هر کسی به نوبه خودش باید یه گوشی از کار رو بگیره و چرخ این مملکت بچرخه. گفتم چرا شما این سوالو پرسیدی؟ گفت بابا من حقیقت معلمون پرسیده بود شغل پدرتون چیه، من با افتخار گفته بودم پدر من راننده است، ولی تو زنگ تفریح رفیقم به من گفت بابای من میگه راننده ها آدمای بی فرهنگ، بی سواد و بی کلاسی هستن. ازش پرسیدم دلیلش چیه؟ گفت یه روز که ما میرفتیم مسافرت، اون سمت جاده سمت سبقت یه تریلی بود که به کسی راه نمیداد و پدر من گفت ببین هر گوسفندچرونی و هر چوپونی اومده شده راننده. اینجا به من برخورد. گفتم دختر عزیزم ناراحت نباش، چیزی نمیخواد به دوستت بگی، منم یه سوغاتی واسه دوستت میارم بهش بده، ولی این داستان رو من تعریف میکنم که بقیه متوجه بشن که راننده ها، اون دختر بچه‌ای که به شما این حرفو زده از بدر تولد که پوشک و لباس میخواد تا امروز روز که داره درس میخونه نیمکت و دفتر و کتاب و اون تخت سیاه و اون گچی که معلم خاکشو میخوره توسط راننده جابجا میشه. تمام ارزاق اولیه مردم از گوشت و روغن و برنج و قند و چایی همه توسط راننده در شبانه روز جابجا میشه. تربار لبنیات، قند تو دل کسی آب نشه و آب تو دل کسی تکون نخوره. درسته شما الان با خودتون میگین کرایه‌شو میگیریم، بله ما کرایه‌شو میگیریم و منتی هم سر کسی نداریم، ولی اون موقع کرونایی مشخص شد که راننده ها واقعا از جان گذشته هستن و واقعا جان سخت هستن. تمام کسب و کارها و ادارجات تعطیل بود، ولی این راننده شبانه روز کار میکرد تا واکسن، سرم، آمپول و تمام اون داروهایی که بیمارستان‌ها و دکترها میبایست در دسترسشون باشه در اختیار اونا قرار میدن. و بازم میگم منتی سر کسی نیستش، ما وظیفمون رو انجام دادیم، ولی یه خواهشی از تمام مردم دارم، زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، که حداقل به راننده احترام نمیذارین به زن و بچه های اونا احترام بذارین. اون دست از رانندهایی که شما تو جاده میبینید یه درصد محدودی هستش که اونام تفلکی و تقصیر خودشون نیست، نیاز به آگاهی و نیاز به تجربه دارن که پیشکسوت رو باید در اختیار اونا بذارن. ولی این راننده شبانه روز هوای شما سواری ها رو دارن که خدای نکرده اتفاقی واسه شما ها نیفته و اشتباه شما سواری ها رو این راننده کامیون ها جمع جور میکنن و نمیذارن اتفاقی واسه شما و خانواده محترمتون بیفته. و من به اون دخترم گفتم با اون دوست باش و ازش دلگیر نباش. راننده ها شبانه روز کار میکنن تا مردم در رفاه باشن. خدا یار و نگهدار.